به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. کتاب آذر، مجموعه جهان تازه داستان، نویسنده علی خدایی که توسط نشر چشمه این کتاب چاپ شده. بسیار کتاب جالبی هستش. لطفاً با من همراه باشید که با همین کتاب رو کشفش کنیم. ترانه‌های ایرانی. فکر کردیم بچه‌ها خوابیدن، چای نوشیدیم و به همدیگر نگاه کردیم. خواننده آمد با موهایی که هنوز فر داشت. ترانه‌ای قدیمی می‌خواند. ما سالها بود که او را ندیده بودیم. وقتی آمد ما چای نوشیدیم. پرده ها را کشیده بودیم. اتاق گرم بود. گفتم این خواننده تو اونو بیاد میاری؟ باز به هم نگاه کردیم. گفتی خیلی وقت اون رو ندیدم. صداش رو نشنیدم. ما مدت هاست نوارهاش رو گم کردیم. یعنی بچه ها روی نوارهاش حرف زدند. یه روز هم گم شدن. گفتم چرا گم شدن؟ گفتم تمام ترانه‌هاش رو زیر لب میخوندم وقتی میخوند. گفتی من هم. چراغ را خاموش کردم. صفحه تلویزیون در اتاق نور خاکستری میپاشید. در گوش تو چه چیزی را زمزمه میکردم؟ گفتی اون موقع تو رو نمیشناختم. من هم تو رو نمیشناختم. خواننده تا صبح برای ما خواند و بعد رفت. آذر امروز رفته است. بچه ها خوابیدن و من در این ساعت شب به چیزهای عجیبی که دور و بر ماست فکر می کنم. آذر برای اولین بار پس از 15 سال که با هم بوده ایم به مسافرت 3 روزه‌ای رفته. با مادر و خواهر و برادرهایش. من خواستم که برود. اصرار کردم با بچه ها باشم. در این مدت سهم او از بچه ها بیشتر بوده است. بچه ها کمتر کنارم خوابیدند. با من کمتر حرف زدند یا بازی کردند. جنس حرفهایشان با من تا آذر خیلی فرق می کند. دوست داشتم ببینم بچه ها وقتی با مادرشان نیستند یا وقتی با من باشند چه کار می کنند. این وقت شب برای این کارها بسیار خوب است. آنقدر خوب که ناگهان فنیا که اینقدر دوستش داری دستت را می کشد. بیا بریم، دیر شده. دوست ندارم بیام. شما همش حرف میزنید، بازی میکنید، خوابم میگیره، خسته میشم. فنیا و آلی از خیابان رش میگذرند. فنیا زنگ پلاک 62 را فشار میدهد. حالا میشه زود برگردیم؟ بچه ها باید حرف بزرگترها رو خوب گوش کنند. دوروته دست کشید به صورت آلی. این بچه خوب رو میگی فنیا؟ میخواستی نیایی آلیوشکا؟ فکر کردم تو مادام دوروته و لوکا رو دوست داری. خسته میشی؟ خوابت میگیره؟ حالا اشک بریزم که اشتباه فکر میکردم؟ نه مادام دوروته. دوروته گفت ببینید کیا اومدن؟ ببین فنیا جان. آه دوستان قدیمی. فنیا مارتا را بوسید و کنار او نشست که با یوهاس و ماتیلدا. آن یکی کیه؟ فنیا گفت حالا چطوره سیمون؟ از ولگردی ها تو این شهر و اون شهر چی آوردی؟ 4 تایی بلوط بازی میکردن. دوروته گفت چی بشنویم؟ چی بنوشیم؟ آه چه شبی. همه باز دور هم. لوکا دست دوروته رو گرفت و وسط سالن با او رقصید. تانگو میرقصند. دوروته گفت چراغ‌ها زیادی روشن نیستن؟ ماتیلدا داد زد نه تو که میدونی چشمای ما خوب نمیبینه. دوروته گفت آخه دارم با لوکا میرقصم. بی‌انصاف. مارتا گفت جواب خانم رو بده ماتیلدا. ماتیلدا گفت آخر شب وقتی ما رفتیم لوکا جوابش رو میده. دوروته گفت
ببین لوکا. لوکا دست دراز کرد و چراغ را خاموش کرد. چراغ‌های کوچه روشن بود. بلند شین با هم برقصیم. ماتیلدا گفت حالا که داشتم می‌بردم. خفه شو ماتیلدا. ماتیلدا گفت کی بود؟ من بودم. ماتیلدا گفت تو کی هستی؟ من بودم. همه خندیدن. فنیا آمد جلو. خوابت نبره تو تاریکی. پایی به پات نخوره. درست بشین. تو چرا رقص بلد نیستی؟ لوکا گفت بزرگ میشه. بهتر از من و تو میرقصه. با یک پارتنر خوشگل قد بلند طناز. دروته گفت مثل من؟ مارتا گفت مثل من. ماتیلدا گفت چی گفتی؟ سیمون گفت بیا تو آغوش من. همش میرقصیدند دیوانه ها. پنیا گفت گشنت نیست؟ حالا شام چی بخوریم؟ برو دستهات رو بشور. دستهای من تمیزه. پس ساکت تماشا کن. دستهای لوکا دور کمر دروته بود. هنوز میرقصیدند که لوکا چراغ را روشن کرد. ماتیلدا لباسش را مرتب کرد. مارتا گفت شکم داری پیرزن؟ غذاها رو آوردن. دروته داد زد بعد از شام پودینگ میخوریم. بیا بشین سر میز کوچولو. بیا پهلوی من. بیا پهلوی من. بیا پهلوی من. سیمون تو رو به خدا امشب اذیت نکن. هفته دیگه تولد ماتیلداست که 90 ساله میشه. اصلا اینطور نیست. ببینید امسال چه سالیه؟ 1969. من هم متولد 1930 هستم. چند ساله میشم؟ تازه 39 سالمه. 40 سال هم نه 39 سال. آی ماتیلدای خر 1903 هستی. باز جاهاشونو عوض کردی؟ اصلا یادمون رفت برای چه اینجا اومدیم. دروته رفت. لوکا رفت. خیابان رش رفت. همه با پرواز چند روز دیگه. دروته گفت حالا بعد از شام باید پودینگ بخوری. دوست ندارم فنیا. باید بخوری. خیلی خوشمزه است. ببین همه ما داریم میخوریم. مارتا گفت خیلی خیلی خوشمزه است. دروته گفت این یه دستور تازه داره. خوشمزه شده. بگم لوکا؟ بگو. توی پودینگ سم ریختم. من میترسم. فنیا گفت نترس. ماتیلدا گفت اما من که هنوز 40 ساله هم نشدم. فنیا داره گریه میکنه. فنیا گفت نترس. دروته گفت تو پودینگ همتون یه سم عالی ریختم. مارتا گفت خب پیش از مردن بیایید بازی کنیم. سیمون مارتا رو بغل کرد و چیزی گفت. مارتا خندید و با قاشق روی بشقابش زد. فنیا گفت نخوابی. نمیخوابم. شماها میگیرید. دروته از جایش بلند شد و گفت سم ما عالی بود. ما هم شما رو فراموش نمی‌کنیم. میخوابم. نخواب. بازی کنیم؟ تو دست کسی؟ یه سکه است. ماتیلدا گفت راست میگه. من 1903 به دنیا آمدم. حالا هم 1969. من تا چند وقت دیگه میمیرم. شما چه کار میکنید؟ ما برات گل میاریم. ما برات آواز میخونیم. بالای سرت میگیم اینجا خونه ابدی ماتیلداست. از اول هم خونش همینجا بود. خودش نمیدونست. اذیتش نکنید. یه بار ببین ماتیلدا تا ما هم یاد بگیریم. آفرین دختر کوچولو. فکر کن اینجا دولابه. دروته گفت بیا روی میز شام. خجالت نکش. نگران بشقاب‌ها نباش. سیمون گفت مرده روی این لیوان‌ها هم میتونه بخوابه. مارتا گفت دستت رو بده به من ماتیلدا. ماتیلدا گفت آی مواظب جورابم باش مارتا. در نره. خیلی خوبه. همینطوری روی میز بخواب. هیچی تو تنت نمیره. ماتیلدا گفت این ظرف پودینگ رو بردارید. همه‌اش رفت توی موهام. حالم رو به هم میزنه. مارتا گفت حالا چنگال‌ها، بشقاب‌ها، قاشق‌ها رو بذارید روی ماتیلدا. این دست با انگشترهاش مال تو فنیا. این موها مال تو مارتا. موهای من بهتر از تو بود. این چشم مال تو سیمون. خیلی دوست داشتم. سیمون به چشمهام نگاه کن. دارم میمیرم. ببین سفید شده. ببین تار شده. ببین مردمک‌هاش نه کوچیک میشن نه بزرگ. اینطوری میمیرن. مثل یه دختر خوب. مارتا دستهایش را توی موهای ماتیلدا فرو کرد. این سنجاق را از موهام بیرون بیار. کفش‌هامو در بیارین.
بذارین پنجه هام آزاد باشن. نفس بکشم. حالا راحتم. به من دست بزن دروته. خون داره میسته. این همه سس غذا که روی من ریختی داره میسته. میبنده. حالا من میخوابم. تو خواب بچه ها میرم. همه دست زدن. آفرین ماتیلدا، عالی بود. تو همیشه فوق‌العاده بودی. مواظب باش ماتیلدا. دروته گفت اشکال نداره. امشب تمام بشقاب ها رو میشکنیم. بیا یکی رو تو بشکن. نمیخوام. ماتیلدا گفت توی موهام نخود فرنگی رفته. همش تقصیر شماست. فنیا گفت بگیر بشکن. آب میخوام. الان میارم. خب من کتاب رو و داستانش رو اینجا نگه میدارم و کمی از کتاب‌های آقای آذر رو برای شما معرفی میکنم. کتاب آذر سومین مجموعه داستان علی خدایی است. 2 مجموعه داستان قبلی او از میان شیشه، از میان مه و تمام زمستان مرا گرم کن مورد توجه خوانندگان، منتقدان و داوران جوایز ادبی قرار گرفته است و از دهه 70 تا به امروز همچنان خوانده می‌شود. کتاب آذر شامل 11 داستان است که شخصیت‌های مشترک این داستان‌ها نوعی پیوند و اتصال را بین آنها ایجاد کرده است و در نتیجه می‌توان کتاب آذر را مجموعه داستانی به هم پیوسته در نظر گرفت. نام 3 داستان از این مجموعه برگرفته از نام شخصیت‌های این کتاب است: آذر، فرهاد و سهراب. این شخصیت‌ها به همراه پدر که در بیشتر داستان‌ها راوی است، خانواده‌ای 4 نفره از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهد که در اصفهان زندگی می‌کنند. خانواده و شهر اصفهان از دغدغه‌های علی خدایی است که در این مجموعه هم پیداست. دقت در جزئیات و باریک‌بینی در روابط خانوادگی و زناشویی مضمون اصلی داستان‌های این مجموعه است. بستر این رویدادها شهر اصفهان است و انگار اصفهان هم یکی از شخصیت‌های این کتاب است. در داستان سین اصفهان، تاریخ اصفهان به شکلی ادبی و هنرمندانه روایت می شود. علی خدایی در این مجموعه روزمره ها را به داستان بدل کرده است و شاید توانمندیش در همین باشد. او در این مجموعه نشان می دهد که برای روایت یک داستان حتما نباید به دنبال حوادث و یا اتفاقات عجیب و غریب بود. او با تصویرسازی قوی و روایت جزئیات زندگی و روزمره با زبانی ساده از زندگی روزمره آشنایی زدایی می کند. انگار زندگی هر روزه خودمان را از زاویه‌ای تازه می بینیم. این خانواده 4 نفره می تواند نمادی از نوع زندگی و دغدغه‌های طبقه متوسط هم باشد. در اولین داستان این مجموعه ترانه‌های ایرانی انگار خیال و خاطره و واقعیت در هم تنیده شدند و راوی می‌خواهد چیزهای از دست رفته و فراموش شده را احضار کند. ترانه‌ها و نوارها گم شدند. این نبود و غیبت آدم‌ها، مکان‌ها و اشیا در داستان‌های دیگر این مجموعه هم به نوعی وجود دارد. در داستان آذر، دومین داستان مجموعه آذر مادر خانواده به مسافرت رفته است و حالا غیبت او انگار به حضور او معنا می دهد. انگار وقتی که هست دیده نمی شود. این غیاب امکان حضور آدم‌های دیگری را هم به راوی می دهد. آدم‌هایی که زمانی در زندگی راوی بودند و در خیال او ظاهر می شوند. داستان آذر بر اساس تضاد خیال و خاطره با واقعیت شکل گرفته است. این غیاب ابعاد دیگری هم پیدا می کند. راوی شهر اصفهان را نیز به همراه مکانهایی به یاد می آورد که یا دیگر نیستند و یا آنقدر تغییر کرده‌اند که برای راوی غریبه شده‌اند. این دگرگونی شهر، روابط جدید و زندگی مدرن از عواملی هستند که آدم‌ها را از هم دور و با هم غریبه می‌کنند. در چنین وضعیتی راوی
به خانواده و جمع‌های دوستانه پناه میبرد، جایی که هنوز آسایش و آرامش وجود دارد. کتاب آذر درباره زندگی و روزمرگی هاست. علی خدایی لحظات ساده زندگی را روایت می کند و از خلال آنها از عشق، ترس، رویا، فقدان و نیستی می گوید. اما کلامی درباره علی خدایی فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه اصفهان است. دومین مجموعه داستان او با نام تمام زمستان مرا گرم کن در سال 1380 برنده جایزه هوشنگ گلشیری شد و در جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی عنوان بهترین مجموعه داستان دهه 80 را به دست آورد. در نظرسنجی روزنامه همشهری نیز که در سال 1390 با شرکت 4 گروه نویسندگان، منتقدان، روزنامه‌نگاران و ناشران انجام شد، این مجموعه داستان در کنار زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود، نوشته امیرحسین خورشیدفر به عنوان بهترین مجموعه داستان دهه 80 برگزیده شد. خدایی داور جایزه گلشیری نیز بوده است. خب تیکه کوچکی رو دوباره از قسمت‌هایی از کتاب آذر رو برای شما میخونم و سپس با شما خداحافظی میکنم. اون لیوان رو بده به من تا من با انگشت هام که تو مالش دادی بگیرمش. ببین اینطوری میگیرن. کمی رو به بالا به چشم هام نگاه کن. اینطور. هیچ کدوم به تو رو نگاه نمی کنم. اما شما منو محاصره کردی. به دامنم، به کفشم که پام نیست، اون ته دارن منو نقاشی میکنن. دور و برم 4 ردیف زیر پام سنگ فرش، بالای سرم آسمونه که داره روشن میشه. اینجا توی 4 باغ باید با کسی مثل خودت قدم بزنی. یه معما بگم؟ رد و بدل بکنیم؟ تا وقتی از پله ها بالا میری همه برن کنار تا تو بالا بری، تا اون ته 4 باغ تو رو نقاشی کنن. با یه پل، با غرفه هاش، با آدم هاش توی تالار، توی غرفه ها پر از سبیل هایی بود که روی زمین میریخت. یه پرنده پیدا میشه و گم میشه. یه نازتو برم سارا. چقدر همه بچه ها همه بچه هن. چقدر دوچرخه و چقدر همه بچه ها. امیدوارم که از این خلاصه کوتاهی که از این کتاب برای شما خوندم خوشتون اومده باشه و اگر دوست داشتین کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.